تو کامنت ها ازمون خواسته بودین رامن ناروتو اوزاماکی درست کنیم. میریم که مرحله به مرحله با هم درستش کنیم. چون زمان پخت گوشت طولانیه، اول میریم سراغ گوشت. خیلی ها گوشت رو جوری انتخاب میکنن که بشه رول کرد، نخ ببندیش، بعد بپزیش و اسلایس کنیم. من از گوشت استفاده کردم که خودش برش خورده است و نیاز به بستن نداره. 4 طرف گوشت رو سرخ میکنیم. ما از دودپز استفاده میکنیم برای اینکه زودتر کردن انجام شه. تره، پیاز، موسیر، آب سرکه سفید خودمون استفاده کنیم، سویا سس و گوشتمون. تخم مرغا رو میذاریم توی کیسه، بهش سویا سس اضافه میکنیم، گره میذاریم یخچال تا آخر ازش استفاده کنیم. من از موسیر استفاده میکنم به جای سیر. موسیر رو پیازچه رو کمی تفت میدیم. زیاد نمیخوایم تفت بخوره، فقط در حدی که یکم نرم شه. موسیر رو پیازچه رو با هر وسیله‌ای که میتونید میکس میکنیم. دستور رامن ناروتو در اصل از شاخه خوراکی بامبو استفاده میکنن، ولی چون پیدا کردنش برای من خیلی کار سختی بود، من ترجیح دادم از سبزیجاتی که هم خوشمزه باشه و هم قابل دسترس باشه استفاده کنم. برای همین کدو رو انتخاب کردم. کدوها رو اسلایس میکنیم و به مقدار خیلی کم آب پز میکنیم و در نهایت برای تزیین روی رامن ازش استفاده میکنیم. کدوهای آبپز شده رو میریزیم تو کیسه، روش کمی سویا سس میزنیم، در کیسه رو میبندیم و میذاریمش توی یخچال برای مرحله آخر ازش استفاده کنیم. گوشت پختمون هم میذاریم توی کیسه، دوباره بهش سویا سس اضافه میکنیم. سویا سس پای ثابت همه مراحله. در کیسه رو میبندیم، میذاریمش توی فریزر تا گوشتمون کمی سفت شه و راحت بتونیم اسلایسش کنیم. و اما قسمت جذاب رامن ما حلقه های دو رنگی هستش که روی رامن دیده میشه و خیلی ها با پاستیل اشتباه میگیرن، اما میریم که با هم ناروتو ماهی رو درست کنیم. ماهی رو نفله کردم تا تونستم به صورت فیله درش بیارم، ولی چون میخوایم میکس کنیم و یه مایه خمیری در بیاریم مشکلی نداره. ماهی رو میریزیم تو میکسر، سرکه سفید به مقدار کم، نمک و شکر، کمی پودر نشاسته و احتیاج داریم به یه سفیده تخم مرغ. خب اینا رو با هم میکس میکنیم. یه مایه خمیری به دست اومد. روی تخته رو سلفون میکشیم. نصف خمیری که آماده شده رو میذاریم روی سلفون و پهنش میکنیم. نصفه دیگه خمیرمون رو چند قطره رنگ خوراکی قرمز بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم و یه لایه میذاریم روی لایه قبلی. حالا این دو لایه رو آروم رول میکنیم. برای اون خطایی که روی ناروتو ماهی هست من از سیخ چوبی استفاده میکنم.
دور تا دور نورتا ماهی رو سیخ چوبی گذاشتیم و فیکسش کردیم و اینو با هر روشی که دوست داری، چه توی دستگاه چه به صورت سنتی بخارپز میکنیم. میره برای بخارپز. نورتا ماهی ما آماده است. گوشتمون رو اسلایس میکنیم. نورتا ما آماده است. بریم برای سروش. سس سیر و پیازچه، کمی آب گوشت، نودل آبکشی شده، تیکای کدو، نورتا ماهی هم گذاشتیم، تخم مرغ‌های آبپز و پیازچی خرد شده. اینم از رامن ما. خب حالا تستش میکنیم. خوبه؟ یه نوع کالباس ماهی به حساب میاد. عالیه.